آیا تصمیم سازان آمریکایی بر سر توافق با ایران به اجماع میرسند؟ به نظر میرسد دونالد ترامپ بار دیگر در صدد تغییر قواعد بازی با تهران است. از سال 2015 که دولت اوباما برجام را امضا کرد، شکاف عمیقی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان شکل گرفت. دموکرات‌ها به شدت از برجام حمایت کردند و حتی پس از خروج ترامپ از برجام در سال 2018 چهره‌هایی مانند چاک شومر که ابتدا مخالف امضای توافق بودند، ترامپ را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. در نقطه مقابل جمهوری‌خواهان جز یک رأی ممتنع توماس مسیح یکپارچه با امضای برجام مخالفت کردند و ترامپ را به خروج از آن تشویق کردند و پرچم فشار حداکثری را بالا بردند تا جایی که سران با نفوذی مانند لینزی گرام، تام کاتن و مایک پامپئو علنا از گزینه نظامی علیه ایران گفتند. اما ترامپ برخلاف بسیاری از همحزبی‌هایش همیشه یک بازی متفاوت را به پیش برده است. ترامپ با امضای برجام مخالف بود، ولی چنین به نظر می رسید که انگیزه مخالفت او با امضای توافق از همحزبی‌های جمهوری‌خواهش متفاوت بوده است. او می گفت این توافق جیب اروپایی‌ها را پر می کند، نه جیب شرکت‌های آمریکایی را. همچنین در دوران ریاست جمهوریش به رغم اقداماتی مانند ترور قاسم سلیمانی، فرمانده پرآوازه ایرانی، همواره خواستار مذاکره و دستیابی به توافق با تهران بود. خواسته‌ای که در آن زمان کسی در تهران همراهش نبود. بنابراین این برداشت از سیاست ترامپ وجود دارد که او معامله را به مقابله نظامی ترجیح می‌دهد و چه بسا به همین دلیل با جنگ عراق هم در سالهای قبل مخالفت کرده بود. حالا تحلیلگران می‌پرسند اگر ترامپ با ایران توافق کند، واکنش‌ها در واشنگتن دی سی چه خواهد بود؟ میتوان گفت فقط معدودی از جمهوری‌خواهان جرأت می‌کنند علیه او بایستند، چون مخالفت با ترامپ احتمالاً کرسی آنها را در کنگره به خطر خواهد انداخت. این روند همین حالا شروع شده. تام کاتن که شاید تندروترین صدا در سنای آمریکا درباره سیاست ایران باشد، ظاهراً پذیرفته است که ایران در چارچوب توافق جدید می‌تواند توانایی غنیسازی اورانیوم را حفظ کند. او تاکید می‌کند که نباید به ایران اجازه داد به اورانیوم با غنای بالا و سانتریفیوژهای پیشرفته دست یابد. پیش بینی می‌شود که دموکرات‌ها هم به ویژه آنها که در جناح پیشرو ضد جنگ قرار دارند از توافق استقبال کنند یا اینکه دست کم در پیشبرد مذاکرات سنگ‌اندازی نکنند. نتیجه چیست؟ اگر این توافق بتواند حمایت نسبی دو حزب را داشته باشد، علاالاصول پایبندی دولت آمریکا به آن بیشتر خواهد شد. همین چشم‌انداز تهران را هم به تکاپو انداخته است. شاید مسیر برجام 2 یا هر نام دیگری این بار هموارتر از همیشه باشد. باید دید آیا 1404 سالی است که واشنگتن و تهران فصل مشترکی در مناسبات خود پیدا خواهند کرد. وقتی که امام حسن و مجتبی صلح کردن با معاویه، یه عده‌ای می آمدن گله می کردند و اعتراض می کردن. حضرت می فرمودن که ما تدری لعله فتنة لکم و متاع الی حین. این مال تا یه وقتیه، این موقته. به نظر می رسد احتمال آن از هر زمان دیگری بیشتر است، هرچند که شخصیت غیرقابل پیشبینی ترامپ می تواند همه چیز را به یک باره تغییر دهد. خطری که به ویژه در غیاب یک دستگاه دیپلماسی منسجم و کارآمد در دولت آمریکا نباید آن را به کلی از محاسبات بیرون گذاشت.